چو چی رو در نظر داری با انگلیسی what do you mean what do you mean what do you mean لغت هایی که در فرودگاه در ایرپورت استفاده برده می شود با نشانه هاش یکم departures یعنی حرکت ها international arrivals یعنی پرواز های بین المللی نگاش دویمش information معلومات یعنی نزدیک مانای معلومات رو دارد toilet و جاپانه drinking waters آبی نوشابه shops مغازه ها restaurants یعنی طرفخانه keep clear و تازگی پریاتنه keep clear با زبان انگلیسی چه خیلی بگیم که صحت و سلامت safe and sound so مثال wish you safe and sound یعنی بر شما صحت و سلامتی خواهانم wish you safe and sound